بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بسیار معزز، چند روز باز قبل نوار تیار نکرده بودیم. امروز هم که باشد انشاءالله یک حدیث را به سمع شما میرسانم. این حدیث حق مسلمان بالای مسلمان بیان میکند. هر یک حدیث رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم با ما و شما عزیزان درس است، تعلیم است، راهنمایی به سوی زندگی است. ابی هریره رضی الله عنه، صحابه گرامی قدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم میگوید: من بر همه گوشام شنیدم که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم میگوید حق مسلمان بر بالای مسلمان 5 تا هست. عزیزان، بیا یک نظر کنیم که این 5 حقی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بر ما بیان میکنه کدام ها است، تا که در حق همدیگر کوتاهی نکنیم. یکم حقی که مسلمان بالای مسلمان دارد ایه که رسول معظم اسلام میفرماید هر برادر مسلمانی که وقتی که تو را سلام میدهد باید سلام او را علیک بگویی. یعنی وقتی السلام علیکم و رحمت الله میگوید، در جوابش میگوی علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و دیوم حقی که مسلمان بالای منت دارد این است که وقتی که بیمار شود باید به عیادت بریم. هر برادر مسلمان وقتی که بیمار میشه باید به عیادت بریم. کمی در جامعه مسلمان بچه‌شم خورده شود که نظر کنی که بیمار رفته عیادت میکنه. اکثریت مسلمان ها امروز بیمارا را عیادت نمیکنن. باید دیگر حقی که دوم حقی که بالای منت دارد وقتی که بیمار می شود باید به عیادتش بریم. و سوم حقی که بالای منت دارد یک مسلمان وقتی یکم طعام آماده میکند، یکم ولیمه، یکم توی، یکم خرسندی دارد، طعام آماده کرده و ما را دعوت میکند، باید حاضر شویم، یعنی دعوت بپذیریم. و چهارم حقی که بالای منت دارد ایه که وقتی که اخصه میزند الحمدلله میگوید، باید در جوابش چی بگیم؟ یرحمک الله بگیم. یرحمک الله بگیم. و پنجم حقی که بالای منت دارد ایه که وقتی که این دار فانی را پدرود میگوید، یعنی از دنیا میگذرد، باید در جنازش چکا کنیم؟ اشتراک کنیم. بسیار جای تأسف امروز اکثر مسلمان ها در جنازه یک شناس، یک برادر که میشناسش حاضر نمیشود. و پنجم حقی که یک مسلمان بالای منت داره این است که وقتی که از دنیا میگذره باید در جنازه چکا کنیم؟ حاضر باشیم. الله متعال همه من شما را توفیق عمل کردن به این 5 حقی که مسلمان بالای مسلمان دارد نصیب روزی بگرداند. و الله متعال همه مسلمان های روی دنیا را پیروی به قرآن و به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم موفق بگرداند. آمین.